از دورة الواعظین قال الله تعالی و وصینا الانسان بالوالدین احسانا. سخن پروردگاراست که فرمودیم و تعیین کردیم نیکویی رو به انسان از برای پدر و مادر. روایت میکنند که علی رضی الله از رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاهی که پدر و مادر فرزند را صدا کند فوراً همه کار خود را مانده رفته فرمانبرداری آنها را به جان و دل کنند. اگر اهمال کرده ترک فرمانبرداری آنها کند من بیزارم از آن شخص. آوردند که شخصی از عرب نزد رسول صلی الله علیه و سلم آمده گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا پند دهید که در دنیا و آخرت مرا نفع حاصل شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت پدر و مادر خود را اعزاز ده و فرمانبرداری آنها را به جا آور و اول طعام به آنها خوران. خدای تعالی در حال به هر لقمه طعام به تو قصر در بهشت عطا کند. آوردند که شخصی نزد رسول صلی الله علیه و سلم آمد و گفت یا رسول الله پدر و مادر دارم و نفقه آنها را میکشم و فرمانبرداری آنها را میکنم و وجود آن مرا دشتان بسیار داده ایذا میرسانند. آمدم که در حق آنها چیکار کنم؟ رسول صلی الله علیه و سلم گفتند اگر پدر و مادر شما گوشت تو را پاره پاره کنند هنوز چاریکی حق آنها را ساقط نکرده باشی بدان که بهشت در زیر قدم پدر و مادر باشد. اون شخص گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم والله که بر پدر و مادر خود چیزی نمیگویم اگرچه گوشت مرا پاره کنند. و به خانه خود رفته قدم های پدر و مادر خود را بوسیده گفت ای قبله و کعبه من مرا رسول الله صلی الله علیه و سلم این چنین فرمود. البته حرمت پدر و مادر را به جا آوردن فرض و هم قرض ما فرزندان است.